ارکان و واجبات و سنن نماز. علمای فقه بر این نظرند که نماز دارای ارکان، واجبات و سنن می باشد و ارکان شامل نیت، قیام در نماز فرض با توانایی بر آن، تکبیرة الاحرام، قرائت سوره فاتحه، رکوع، راست شدن از رکوع، سجده کردن بر اعضای هفتگانه، نشستن میان دو سجده و نشستن برای تشهد اخیر، خواندن تشهد، درود فرستادن بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در نشستن اخیر، سلام دادن و آرامی در انجام همه ارکان و ترتیب میان ارکان می باشد. در تمامی آنچه گفته شد اگر نمازگزار رکنی را قصداً ترک کرد نمازش باطل شده و اگر اشتباهاً ترک کرد در این حالت یا این که به خاطر می آورد ترک این رکن را زمانی که وارد رکعت بعدی شده، در اینجا رکعت گذشته که این رکن از آن ترک شده را حساب نمی کند بلکه یک رکعت را به عوض رکعت اول قرار می دهد. پس در آخر سجده سهو می کند، تماما مانند دو سجده نماز بعد از آنها سلام می دهد و یا پیش از این که به همان موضع در رکعت بعدی برسد به یادش آمد که رکنی را در رکعت قبلی فراموش کرده، در اینجا بر وی واجب است که برگردد و همان رکن فراموش شده را ادا کند. مثال آن، مردی رکوع را فراموش کرد و پس از پایان قرائت به سجده رفت و در هنگام سجده به یادش آمد که رکوع نکرده، بر وی واجب است تا برخیزد، اول رکوع کند و بعد از آن نمازش را تکمیل کند. در کنار ارکان نماز واجبات نماز نیز قرار دارد که شامل تکبیرهای انتقال میان اشکال نماز می باشد و نیز سبحان ربی العظیم گفتن در رکوع و سمع الله لمن حمده گفتن برای امام و نمازگزار تنها نه برای مقتدی و همچنین ربنا ولک الحمد گفتن برای بلند شدن از رکوع، سبحان ربی الاعلی گفتن در سجده و رب اغفر لی گفتن در میان دو سجده و تشهد اول خواندن و نشستن برای آن را نیز شامل می شود. اگر نمازگزار یکی از این واجبات را قصداً ترک نماید نمازش باطل می شود و بر وی اعاده آن لازم است، ولی اگر سهواً ترک نمود نماز صحیح بوده، پیش از سلام دوباره برای سهو سجده می کند و هر آنچه غیر از شرطها و ارکان و واجبات نماز بوده که در وصف نماز از آنها یاد شده از سنتهای نماز می باشد، مانند سبحانک اللهم خواندن، اعوذ بالله و بسم الله گفتن و در رکوع و سجده بیش از یک بار تسبیح گفتن و نیز قرائت بیشتر از سوره فاتحه خواندن و بلند کردن دستان در تکبیرة الاحرام و نیز گذاشتن دست راست بر دست چپ در قیام پیش از رکوع و نیز بعد از آن و نظر کردن به جایگاه سجده و در سجده دستان را از شکم و پهلو دور گرفتن و سایر سنتهای نماز که ترکش در صحت نماز تأثیری ندارد و به ترک آن سجده سهو نیز واجب نمی گردد. و هرگاه نمازگزار پس از پایان نماز شک کرد، این شک کردن اعتبار ندارد، اما اگر در اثنای نماز برایش شک پیدا شد آنچه برایش ترجیح داشت آن را انجام دهد و پس از سلام دادن برای سهو سجده کند، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین مبدأ را با این فرمودشان نهادند: اگر یکی از شما در نمازش شک کرد باید برای یافتن راه صحیح بیندیشد، پس از آن سلام داده دوباره سجده سهو کند. ولی اگر یکی از آن دو حالت برایش ترجیحی نیافت باید به کمترین آن بنا نموده نمازش را تمام نماید و برای سهو قبل از سلام دادن سجده کند. به طور مثال اگر مردی نماز ظهر می‌خواند برایش شک پیدا شد که آیا در رکعت دوم و یا سوم قرار دارد و هیچ کدام برایش ترجیح نیافت، بر آنچه کمتر است اعتماد می‌کند و آن را رکعت دوم می‌شمارد و نمازش را پایان داده پیش از سلام دادن برای سهو سجده می‌کند، چنانچه فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر آن دلالت دارد: هرگاه یکی از شما در نمازش شک کرد
و ندانست که 3 رکعت خوانده و یا 4، باید شک را بگذارد و بر آنچه یقین دارد بنا کند و پیش از سلام دوباره سجده انجام دهد. و گاهی هم مسلمان در نماز رکوع اضافی و یا سجده اضافی و یا غیر آن را انجام می دهد. اگر نمازگزار در هنگام اجرای آن به یادش آمد، از آن بر می گردد و نمازش را تمام می کند، و اگر نمازگزار پس از انجام آن به یادش آمد، نمازش را بدون اشکال تمام نموده. در هر دو حالت پس از سلام دادن برای سهو سجده می کند و دلیلش حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر را 5 رکعت ادا کردند. برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفته شد: آیا در نماز زیادت شده؟ فرمودند یعنی چه؟ گفت 5 رکعت ادا کردید. پس از سلام دوباره سجده سهو کردند. و اگر نمازگزار پیش از پایان یافتن نماز سلام داد و به خاطرش نیامد مگر پس از گذشت وقت زیادی، نماز را از نو اعاده می کند. و اگر پس از گذشت 2 و یا 3 دقیقه به یادش آمد، نمازش را تمام نموده پس از نماز برای سهو سجده می کند. در نماز جماعت پیروی مقتدی از امام در سجده سهو واجب است، هرچند که پس از سهو به امام پیوسته باشد. اگر نمازگزار مرتکب 2 سهو شد که برای یکی باید قبل از سلام و برای دیگری بعد از سلام سجده کند، در این حالت برای یک سهو قبل از سلام سجده می کند.